وزارت کارهای خارجه قرقیزستان روز 2 ایول سال 2022 خبر داد که روسیه برای حدود 47,000 شهروند قرقیزستان که به سبب یگان قانون شکنی ریزه از حق سفر به روسیه محروم گردیده بودند دیگر باره اجازت سفر داده است. به این ترتیب در روی خط سیاه روسیه تنها 35,000 شهروند قرقیزستان همچنان ممنوع الورود باقی میمانند. یادآور میشویم در یک سال اخیر دهها مهاجر قرقیز برای اشتراک در زنازنی‌های عمومی از جمله برای زنازنی‌ها با مهاجران تاجیک از روسیه اخراج کرده شدند. وزارت خارجه قرقیزستان در اطلاعش گفت در نتیجه مذاکره‌های سطح عالی در ماه مای سال 2022 پیرامون وضع حقوقی شهروندان قرقیزستان در روسیه و بود و باش قانونی آنها، روی خط شهروندان قرقیزی که از حق سفر به روسیه محروم گردیده بودند به طور قابل ملاحظه کاهش داده شد. در نتیجه همکاری وزارت خارجه قرقیزستان با مقامات روسیه، محدودیت برای سفر حدود 47,000 ساکن قرقیزستان که به قانون شکنی های خرد را داده بودند برداشته شد. فعلا در روی خط افراد ممنوع الورود روسیه نزدیک 36,000 ساکن قرقیزستان باقی میمانند، از جمله آنهایی که با حکم دادگاه های روسیه اخراج کرده شدند. ماه سپتامبر سال 2021 روسیه به 120,000 شهروند تاجیکستان که به دلیل یگان قانون شکنی خرد از حق عبور مرز روسیه محروم کرده شده بودند نیز دیگر باره حق سفر به این کشور را داده بود. الکسی ایگوروف، نماینده وزارت کارهای داخلی روسیه در تاجیکستان، روز 27 دکمبر سال 2021 در نشست خبریش گفت در چارچوب یک قطار سازشنامه‌های ماه سپتامبر سال 2021 امضا شده به اصطلاح عفو و امنیستی شهروندان تاجیکستان که به دلیل قانون شکنی خرد و ریزه از حق سفر به قلمرو روسیه محروم شده بودند گذرانیده شد. در جریان آن 120,000 نفر مورد عفو قرار گرفتند. به گفته ایگوروف همه این 120,000 نفر الکی اجازت سفر به روسیه داده شده است و شهروندان می توانند بودن یا نبودن اسم خود در روی خط سیاه روسیه را در سامانه سرریاست مسائل مهاجرت وزارت کارهای داخلی روسیه پیش از عزم سفر تفتیش کنند.